شب قدر تشبیه به حضرت یوسف علیه السلام. پدر حضرت یوسف، حضرت یعقوب، به فراق یوسف می سوزد و می گوید انی لاجد ریح یوسف، من بوی یوسف را استشمام می کنم، بوی یوسف به مشام من می رسد، من از فراق یوسف می سوزم. ولی برادران یوسف می گوید اقتلوا یوسف، یوسف را بکشیم. ولی وقتی که پیش حضرت یوسف علیه السلام می آیند میگن مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجا. برادرانی که بر یوسف ظلم کردن، جرم کردن، خیانت کردن، پیش یوسف با دست گدایی می آیند. یوسف برای اهل ما، فامیل ما، خانواده ما ضرر رسیده، امروز بی بضاعتیم، امروز مالی نداریم، دست خالی پیش تو آمدیم، با مال کم و اندک برای ما عطا بکن، مال کامل بده، برای ما غذا بده. حضرت یوسف علیه السلام برای یعقوبی که با دست پر آمده، برای برادرانی که با دست خالی آمدن، حضرت یوسف میگه یغفر الله لکم، الله همه شما را بیامرزد. تو کسی که بر من خیانت کردی، الله تو را هم بیامرزد. تو یعقوبی که به فراق من میسوزی و بوی مرا استشمام کردی، الله تو را هم بیامرزد. شب قدر چون یوسف چی میگوید؟ ای تو کسی که ولی خدایی، ای تو کسی که دوست خدایی، ای تو کسی که بالاخره دست پر آمدی، الله تو را هم بیامرزد. ولی تو مجرمی که آمدی، تو کسی که گناه و معصیت کردی، یغفر الله لکم، الله تو را هم بیامرزد، الله همه بیامرزد. شب قدر برای مجرم و غیر مجرم عفو و بخشش پروردگار عالم صادر می شود. در شب قدر میگوید بیا انسان با قدری، بیا انسان بی قدری، بیا که رحمت پروردگار عالم در شب قدر موج میزند. بیا که رحمت پروردگار عالم بر تو ببارد. این رحمت پروردگار عالم هست. شب قدر، خواهر بی حجاب بودی در شب قدر بیا، برادر گناه و معصیت کردی در شب قدر بیا که پروردگار عالم رحمت و بخشش خود را شامل حال تو بگرداند. اگر در شب قدر مورد مغفرت پروردگار عالم قرار نگرفتیم، اعاذنا الله، دیگه بخشش ما خلاص هست، دیگه مورد مغفرت پروردگار رحمان قرار نمیگیریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی که چند هفته قبل هم بیان کردم، جبرائیل امین میگه یا رسول الله هلاک باشو انسانی که ماه رمضان را دریافت میکند، شب قدر را دریافت میکند، ولی مورد مغفرت پروردگار عالم قرار نمیگیرد. رسول اکرم میفرماید که آمین، الله اکبر. اگر در شب قدر در ماه رمضان مورد مغفرت پروردگار عالم قرار نگیریم، جهنم جای ماست. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، تلاش بکن که در ماه رمضان بهشتی شوی و در ماه رمضان و در شب قدر از طرف پروردگار عالم فیصله بهشتی شدن ما صادر شود. این با طاعت و با عبادت و بازاری به درگاه الله سبحانه و تعالی به دست میاریم. اجماعاً تکبیر کف شکن. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. این شب قدر چه کیفیت دارد؟ ملائکه می آید، فرشتگان الله سبحانه و تعالی به زمین می آید، جبرائیل امین به زمین می آید. سبحان الله، فرشتگان الله از فوق آسمان می آید به زمین در شب قدر. فرشتگان چرا می آید؟ جبرائیل امین چرا می آید؟ جبرائیل امین فرشتگانی الله به خاطر عیادت و زیارت تو جوان می آید، تو خواهر و تو پدر می آید، تو عبادت گذاری که در شب قدر الله سبحانه و تعالی را عبادت کردی، فرشتگانی الله در کنار تو می آید. این مقام و جایگاه تو در شب قدر است ای خواهر و ای برادر مسلمان. تنزل الملائکه، ملائکه می آید و روح هم می آید. حضرات مفسرین رحمهم الله پیرامون روح توجیهات دارند. بعضی بیان میکنن روح بزرگترین فرشته است که
از جسم و جثه خود هیچ فرشته‌ای به او نمیرسد. ولی قول ارجح در نزد مفسرین رحمهم الله اینه که مراد از روح جبرئیل امین علیه السلام بزرگ همه فرشتگان هست. الله میگه جبرئیل تو خیلی بلندی، تو خیلی مقام بلندی داری، تو خیلی جایگاهی بلندی داری، ولی امشب برو به زیارت بندگان من که در عبادت من مصروف هستند. جبرئیل به هر جا نمی رود. جبرئیل به زیارت هر انسان نمی رود. جبرئیل از آسمان به زمین به خاطر امورات بزرگ می آید. جبرئیل به خاطر وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد، ولی در این شب به خاطر تو می آید. جبرئیل به خاطر محمد و رسول الله می آمد، ولی در این شب به خاطر امت محمد و رسول الله می آید. به خاطر تو می آید که تو را بیاغوش بگیرد، با تو مصافحه کند، خلاصه تو را بیاغوش فشار دهد. این مقام تو و جایگاه تو و ارزش تو خواهر و برادر در شب قدر هست. جبرئیل از آسمان به زمین می آید، فرشتگان الله به زمین می آید، خاطری که تو جوان و تو خواهر و تو برادر به نزد الله چنان با قدر می شوی که جبرئیل امین می آید. ای مسلمان قدر خود را بدان. تنزل الملائکه، فرشتگان الله می آید و روح جبرئیل امین می آید. اینا بدون اجازه پروردگار عالم نمی آید، به اذن ربهم، اینا به اجازه پروردگار عالم می آید. الله دستور داده ای جبرئیل، ای فلان ملک، ای فلان فرشته بروید به زمین به عیادت بندگان محبوب من پروردگار عالم. اینها را الله تو فرستاده، اینها را خدای تو فرستاده، اینها را الله سبحانه و تعالی به خاطر تو جوان و تو خواهر و تو برادر فرستاده. برویم بندگان ما را در حالت ملاقات بیکنیم که استاده نشسته ولی یاد و ذکر من پروردگار عالم را میکنند. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. در این شب قدر تقدیر همه اشیا می شود. در اینجا روایت ها مختلف هست. بعضی بیان میکنند در شب براءت 15 شعبان هم چنین روایت داریم، ولی در شب قدر هم داریم. تطبیق در بین روایات را حضرات مفسرین رحمهم الله بیان کردند. در شب 15 شعبان یا 15 براءت، در آن شب براءت 15 شعبان شب براءت، در اونجا تقدیر نوشته می شود فلان 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 چنین حالت رخ می دهد، ولی در شب قدر تحویل فرشتگان می شود. در شب قدر به دست فرشتگان داده می شود سعادت یک شخص، شقاوت یک شخص، عمر یک شخص و بالاخره رزق و روزی یک شخص، همه از طرف الله سبحانه و تعالی تثبیت می شود و به دست فرشتگان داده می شود. سلام هی حتی مطلع الفجر. این شب سلام هست، این شب سلامتی هست، این شبیه که فرشتگانی الله برای تو خواهر و تو برادر و تو پدر سلام میفرستد. این شبیه که شب سلامتی از چی؟ از جهنم پروردگاری عالم. این شبیه که الله سبحانه و تعالی فیصله بهشتی شدن تو را میکند. این دهه اخیر دهه عتق من النیران، نجات و خلاصی از جهنم الله. در شب میگه سلامون، این شب سلامتی از جهنم هست. این شبیه که بندگان عابد و بندگان زاهد و بندگان داعی و بندگانی که در این شب به در منی الله آمدن، من در خود را نمی بندم و این بندگان من مورد مغفرت من و رحمت من قرار می گیرند و در این شب از طرف پروردگار عالم مهر و امضا و تثبیت می شود که این بندگان من همه بهشتیان هستند. این مقام تو و جایگاه تو و ارزش تو در شب قدر هست. سلام هی حتی مطلع الفجر، تا زمانی که خلاصه صبح صادق طلوع می کند. در اینجا این همه فضایل در شب قدر هست و سلام فرشتگان الله سبحانه و تعالی برای تو سروران عزیز و بزرگوار. این شب قدر، ثواب این شب قدر به اندازه 83 سال و 4 ماه
در این شب قدر دعا قبول می شود. وقتی دستان خود را به حضور الله سبحانه و تعالی بلند بکنی، هر تو گناه و معصیتی که داشته باشی در این شب قدر مورد مغفرت پروردگار عالم قرار می گیرد. در این شب بخشش گناهان گذشته، هر چه گناه و معصیت کردی ولی در شب قدر به درگاه الله آمدی، به در الله سبحانه و تعالی آمدی، الله سبحانه و تعالی می بخشد و در این شب رهایی از جهنم پروردگار عالم صادر می شود و بندگان الله از جهنم نجات پیدا می کنند. به الله سبحانه و تعالی اینها را وارد بهشت خود می سازد. سلام. این شب قدر شب سلام هست. بعضی از مفسرین توجیهات دیگری می کنند، می فرمایند پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی در این شب قدر سلام می فرستد. قبل از اینکه موضوع بیان کنیم، موضوع عرفانی، یک نکته بیان کنیم، اینه که شب قدر چی وقت هست؟ آیا شب قدر در کدام شب هست؟ 21 هست، 23 هست، 29 هست، 27 هست، کدام هست؟ چی خوبه که از اینجا یک پیام برای همه ملت شریف هرات داشته باشم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدن که شب قدر را بیان بکنن. ناگه اختلاف و بی اتفاقی دو صحابه چنین حالت رخ داد که از ذهن و فکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برود. این نعمت را با بی اتفاقی از دست دادیم. پیام من برای شما ملت شریف شهر هرات، عالم هستی، من پیام خود را به عنوان شاگرد تو برای تو میرسانم. دانشمندی، هر کسی که هستی، در هر جایگاه و در هر مقامی که قرار داری، برادر من، بی اتفاقی اصحاب پیامبر رحمت خدا را از ما گرفت، نعمت پروردگار عالم را از ما گرفت، ولی حالا دقیق نمیدانیم شب قدر چی وقت است. آیا اصحاب که پیامبر در کنارشان هست بی اتفاقی کردن خدای تبارک و تعالی تعیین شب قدر از ذهن پیامبر برد؟ امروز با بی اتفاقی ما چی می شود؟ پیام من این است، بیاییم اتفاق و اتحاد خود را این ملت هرات حفظ کنیم. علمای بزرگوار امروز جوان ها می آیند، ما به کدام منبر نگاه کنیم؟ هر منبر حرفی می زند، هر عالم زبانی صدای خود از خود بلند می کند. حق یکیست، قرآن یکیست، احادیث یکیست، مذهب ما یکیست، چرا حرفای مختلفی میشنویم؟ دنبال کی برویم؟ من برای همه علمای هرات این را بیان میکنم، علمای بزرگوار، نور چشمان من، بیایید اتفاق و اتحاد خود را حفظ بکنید. حرفایی که جوانها به تشویش میاندازد، راه و روش و کیشی که ما از صدر اسلام تا حالا داشتیم، بزرگان دین، اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امام ابو حنیفه رحمه الله داشتن، همون طریق را برای ملت برسانیم. نشه که یک منبر یک حرفی بگه، یک منبر هر یک حرفی بگه و بالاخره بی اتفاقی در بین امت اسلامی. به هر حال الله سبحانه و تعالی اتفاق ما حفظ بفرماید. تعیین شب قدر از ذهن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی برده، ولی پیامبر فرمودند که در دهه اخیر در شبهای تاک شب قدر را جستجو کنیم. حضرات اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیرامون تعیین شب قدر حرفایی بیان کردند. عده 21 را شب قدر میدانند که فردا شب 21 ماه مبارک رمضان هست، عده میگن فردا شب، عده 23 را میگویند، عده بالاخره 27 و 29 را میگویند. اما وقتی که دلایل را حضرات مفسرین رحمهم الله تعالی در کنار یکدیگر گذاشتند، حضرات مفسرین شب 27 ماه مبارک رمضان را ترجیح دادند که شب 27 شب قدر هست. حضرت ابی ابن کعب صحابی جلیل القدر که الله سبحانه و تعالی سلام برایش فرستاد و در زمان فاروق اعظم رضی الله عنه امام قرار گرفت و فاروق اعظم پشت سرش اقتدا کرد، با جمع بزرگی از صحابه میگوید شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. وقت سوره مبارکه قدر را نگاه کنیم، نکته های بسیار ظریف سوره مبارکه قدر اینطور برداشت می شود، یعنی 100% کسی نمی داند، ولی برداشت می شود که شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. لیلة القدر
لیلة القدر 9 حرف دارد. وقتی حروف لیلة القدر ما تعیین کنیم 9 حرف می شود. در سوره مبارکه قدر کلمه لیلة القدر 3 مرتبه ذکر شده. وقت 9 را ضرب در 3 کنیم می شود 27. از این نکته برداشت می کنیم که شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. و همچنین کلماتی که در سوره مبارکه قدر قرار دارد 30 کلمه هست. 30 کلمه هست. کلمه 27 سوره مبارکه قدر ضمیر هیه قرار دارد. این را علما خیلی خوب میدانند. این ضمیر هو راجع می شود به طرف لیلة القدر، به این معنا که کلمه 27 سوره مبارکه قدر لیلة القدر هست. از این جهت بعضی بزرگواران میفرمایند که شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. به هر حال سروران من، یا 21 یا 23 تعیین نشده تا به جستجویش در دهه اخیر باشیم، ولی من این را میخواهم بگویم بیاییم در این شب سلام پروردگار عالم را از آن خود بسازیم. الله سبحانه و تعالی در شب قدر برای بندگانی که در عبادت الله سبحانه و تعالی سپری میکنند سلام میفرستد. بزرگان میفرمایند الله سبحانه و تعالی در 2 وقت سلام میفرستد، یکی در شب قدر، یکی در بهشت پروردگار هنگامی که با الله ملاقات کنیم. هنگامی که در بهشت پروردگار عالم پرده را الله سبحانه و تعالی بردارد، حجاب را بردارد و بین بندگانی الله و خود الله هیچ پرده نباشد. وقت دیدار خدای تبارک و تعالی را ببینیم، پروردگار عالم میگه سلام علیکم. سلام من پروردگار شامل آل سماوات، ملکوت چشمی که دیدار خدا را ببیند. ما لیاقت نداریم به دیدار پروردگار عالم نایل بشیم. پروردگار اگر در این جوانی است خالص یا برادر که لیاقت دارد دیدار تو را ببیند، پروردگار به برکت او ما را هم شامل این برکت بگردن که دیدار توی خدا را ببینیم. حتی شیخ عبدالقادر جیلانی با این مناجاتش با الله سبحانه و تعالی عرض میکند ای الله من شیخ عبدالقادر جیلانی لیاقت ندارم که من جمال تو و دیدار تو را ببینم. قبل از اینکه من مناجات را بخوانم یک تکبیر کفر شکن. مناجات شیخ عبدالقادر جیلانی با الله سبحانه و تعالی چی زیبا بیان می کند. عزیزان کوشش کنید از قلب بشنوید این مناجات این شیخ بزرگوار شیخ عبدالقادر جیلانی چی می فرماید. ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، نیم نومید و چون عمرم گذشتن در خیالی تو. تو جنت را بنی کندی منی بد را به دوزخ بر، که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو، تمنای وصال تو. منی دیوانه در دوزخ به زنجیر تو خوش باشم، اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست و حال تو، که مجنون چیست و حال تو. چی بوی عشق تو آید ز مغز استخوان من، چی بوی عشق تو آید ز مغز استخوان من. نسوزاند مرا آتش ز عشق آن جمال تو، ز عشق آن جمال تو. تو
زوال نشد کم تشنگی ما را از این آب زلال تو از این آب زلال تو به مالک گویم ای مالک چنان الله خواهم بود به مالک گویم ای مالک چنان الله خواهم بود که از الله من سوزد جهنم با سگال تو جهنم با سگال تو جگرهای کباب ما نگردد تا بد سیراب مگر ساقی شود ما را خدای ذوالجلال تو مگر ساقی شود ما را خدای ذوالجلال تو به دوزخ گر ز من پرسی که چونی موحی در آتش به دوزخ گر ز من پرسی که چونی موحی در آتش شبم من تا ابد مست و کنم رقص از سوالگ تو کنم رقص از سوالگ تو ندارم گرچه اندیده که بینم در جمال تو نداریم گرچه اندیده که بینیم در جمال تو نداریم گرچه اندیده که بینیم در جمال تو نیم نومید و چون عمرم گذشتم در خیال تو پروردگارا در این شب در این ایام خجسته و مبارک که هیچ کدام لیاقت نداریم به دیدار تو بنگریم پروردگارا دیدار خود را شامل همه این جمعیت بگردان پروردگارا این همه جمعیت خواهر و برادر اشکهایی که میریزد پروردگارا این همه عاشق به جمال توی خدا هستند پروردگارا اشکی که این جوان خواهر برادر میریزاند همه به خاطر جدایی و از فراق توی پروردگار عالم پروردگارا دیدار خود را در جنت الفردوس خدایا شامل همه این جمعیت بگردان پروردگارا دیدار خود را شامل خواهر و برادر و همه ما بگردان پروردگارا توفیق بده که به دیدار توی پروردگار عالم بنگریم خدایا
مریضهای همه امت اسلام را شفای و کامل عنایت بفرما، مشکلات ما را حل بگردان پروردگارا. در این ماهی که پروردگار ماهی عتق من النیران هست، در این دهی که خلاصی از جهنم هست، پروردگارا همه ما را از جهنم رها بگردان پروردگارا. همه با رنگهای زرد، با خلاصه لبان خشکیده، با چهره زرد عاجزانه میخواهیم که ما را از جهنم نجات بده و ما را وارد بهشت خود بگردان. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولنا ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا رب.